یک طرف ایستید راه رو کشوید. فهمیدم سردارم، فهمیدم. مایلش مجده حالت خوب است؟ حالم بد است. مایلش با من دارو دیگه چه؟ فهمیدم سردارم. دارو دیگر نیست مجده. تا به قرارگاه رسیدن طاقت میکنی. کچه سربازان همه جا را احاطه کردند. به قرارگاه ما رفته نمیتوانیم. همه را به غاری در نزدیکی بوده میبریم. اطاعت سینون. رفتیم سینون. رفتیم. زودتر. من انسانی بدم گفتم که طاقت کنی مجده. تیار شوید میرویم. زود باشید. رفتیم. خون ایجاد رفته است دیلو. خون لازم است چون دفعه گذشته باید با او خون دهم. من خودم این کار رو میکنم دیلو. تو تجهیزات رو تیار کن. مالش آقای طاهر. برفی بخیر است رجب. حادثه زیده آبی کلون رو شنیدی؟ هجوم سلاحداران را شنیدم. نه نشو نمیگویم. خوشتومن از زیلا رو پروندن. نخواد. زیلا رو پروندن؟ بله سلاحداران پروندن. حاضر او در نقطه طبی حالش خیلی وزنین است. خدیجه رو فرستان وگرنه عیب می شود. مالش میفرستم. سلامت باش. خیر تو بازدید. با بچه ها سلام رسان. چی واقعه؟ اون سوداگر دهه موسمی‌تر نه؟ یا از مادرم بگو خبر آوردم؟ خبر آورد. سلاحداران جزای مادرت را دادن. تو چه ها میگویی هستی؟ مادر جون ریشمان از سلاح گرفته بکو برایی همین طور به بلا گرفتار میشه. رفتیم بیا با نزدی مادرم رویم عزیز. رفتیم با نزدی مادرم رویم. نه با کجا میروی؟ با هیچ کجا نمیروی. هیچ دادتم کنی اینجا دارم. با نزدی مادرش میرفتم. مادرم میشود عزیز من روم. مادرم دشمنی تشکیلات را بیگذار میرم. نیست کمر چو میکنم عزیز ما روم با نزدی نمیروی گفتم نمیروی فهما. چو میکنم عزیز با نزدی مادرم روم. چو میکنم عزیز این طور را نمیفاری. سالمت را گیر میگویم تو را میکشم. گوش کن اگر اثر برای بلکی چشم نگاه نکرده تو را میکشم. مرا فهمیده؟ عزیز مادرم با خیلی بود. زن و کشو عزیز من عزیز مادرم را میزیمون زن و کشو. مادر جان با شما چی شد؟ من اکنون چی کار کنم مادر جان؟ چه دار با دست دارم مادر؟ و برفین هم خون دادید. حالا باشد به خاله زلال خون میدهید. از یک گروه بودن خونتان خیلی عجیب است. جای تعجب نیست. این خیل شدنش ممکن است. شما خوبتر میدونید آقای طاهر. با وجود سبب جدایی بین شما و زینب شدنش با خاله زلال دشمنی نکردید. در اصل نیتش بد نبود. خطایش همین است که مرا با جای پسری رحمتیش برات میدوند. برفین جانم مجده آرام گفتم. مادر
با تو چیکار کردم دخترم؟ چرا مرا پروندی؟ من شما رو نپروندم مادر. تو من رو پروندی دخترم. مادر جان نروه، مرا تنها نگذاره. مادر آقا چی شد است؟ مادر مجده و تو چی شد؟ مادرت رو یاد کردی؟ با من دارو دهید سینان. داروها در قرارگاه تا با آنجا رسیدن طاقت کن. سینان آخر با دستانی دخترش مادرش رو پروندی، باز چی گویم؟ سزاوار بود. با ما همراه شده دخترش را گریزاندن میخواست. زنی ابله. کنی خیزید بسا سکنید. کنی رفتیم راه گردید زودتر. مجده و همش دخترت گناهکار است. صحنه چه میمونده است؟ قریب بود که خانه ما را بر سرمان چپه کنند. شما راست میگوید، راست میگوید. البته راست میگوید. دیگر طرفش رو نگیر. انا بعد آنها ما را به حالمون میگذارند. آقای رافع، از دهه ورگینز نفری آمده است. شما را میپرسد. از دهه ورگینز؟ کی باشد؟ نمیدانم آقا. میگوید که از جناب سبا خبری آورده است. مایلش حاضر میبرایم. اگه شما با جناب سبا چی علاقه دارید؟ چی سوال است؟ مگر نمیدانی که از من چاروا میخرد؟ تو با این حالت به کجا میروی؟ شین من خودم حل میکنم. تو باشی آقای حامد را تنها نگذار. اما چه دب شد؟ برای چی آمدی؟ جناب سبا فرستادم. اینش رو فهمیدم. سبب آمدن چیست؟ جناب گفتم که 2 روز مهلت دارید. در خصوص امانات خاطر رسان کن. یا دختر یا جان. لیکن به من کمی مهلت ده. با تو 5 روز مهلت. اگر در مدت 5 روز معلمه را ناری عاقبتش را خودت بدانی آقای رافع. با جناب سبا سلامم را رسان. حالا 2 روز دیگر دارم. امانت را به آن کس می سپارم. آقای رافع میلش نغزمانید. رو اکنون من چیکار کنم؟ زینب را چی طور به تشکیلات می دهم؟ هرچی اما یک باره به درون در آمده به آقای تای خبر نرسانیم. شما اینجا مونید من زود می آیم. معلمه راست میگویم. تو دایم به همه خبر میرسونی بی تربیه. من کودکم. خدای توبه. احوالشون چه خیلی است طاهر؟ ایشون صحت میشود زینب. من هم خونه زیلال را یک بینم. واه توبه. در خود برفیم پرونده باشد. فیلبون حالای زیلال از جراحی برآمدن. او را ناراحت نکن. بیا به بیرون برو. یک خبر گیرم استاد. چی ممکنه؟ دل راست میگوید. بیمار رو ناراحت نکنید. بیا قزبان. بیا به بیرون برایم. رفتیم. تیاری ها چی خیلی؟ تیاری ها خوب رفته ایستادن. کمی تنفس کردیم. بیگاه مشق را ادامه میدهیم. بله سلامت خیلی خوب شده. هر بار که تماشا کنم میگیریم. من هم چون که خیلی علم آور است.
باید پگاه تمام مردم دهانی صحنه را تماشا کنند. همه رو به تماشا دعوت کنید. من همه رو جیغ میزنم، خانه به خانه میگردم. ایسو تو بینیت رو نخلان چوپا، بیا تو بگم گوش میکنه باشند. چرا بینیم رو نخلانم؟ البته گوش میکنم. اصلا بگم تو کسی گوش نمیکنه. فهمیدی؟ چی گوش نمیکنه چوپا؟ چه میخوانم؟ ای بس هر جاتون رفته خبر کنید بایلش خانم زینب. ایسو صدا کنید من همراه باشم. با تو صحبت کردم میخوام زینب. بیم هم صحبت کرده ایستادیم توهیر. در خصوصی حولیمون صحبت کردم میخوام. اون منظور رو دیگر نکشوید توهیر. دوست میمونیم مایلش. برای هر دیمون این بهتر است. همچون دوست. چی شد دیلو؟ هیچ چیز نیست. تنها پرسیدن میخواستم که به خالای زلال دورو گذرونم. نه دیلو، من خودم میگذرونم. زینب تو هم بیا کمی صحبت میکنم. بیا زینب. بابایت حالا هم نامدن دیلو؟ نه نامدند. حالا هم یگان خبر نیست. شاید اون کاری دیگری برآمده است. برمیگردند انشاءالله. انشاءالله. کاری کرده این دکتر و معلمه بی‌عقلانه است. این نمایش دهه رو مشهور میکنند. رئیس ناحیه به دهه روزنامه‌نگاران رو میفرستاد. بعد چی؟ اگر بیاین یکان بهبودی میشود مگر؟ شاید شود. دهه‌مان رو به دیگران نشان میدهیم. همینطور دهه‌مان مشهور میشود. چرا میگویی دهه مشهور میشود است؟ از پیش خودتون هر کارو کرده سرمون رو در بلا نگذارید. چی گفت است؟ چیز باش؟ آلدو تا کجا میدوید؟ برای مردم رو خبر کردن میریم پدر. چه خبر؟ پگاه نمایش داریم آقای رئیس. همینش نمیرسید. مردم رو خبر میکردند. دکتر مردم دیگه رو به تماشای نمایش دعوت کرده نیست. برای خبر کردن میریم پدر. با شما چی؟ با شما چی فایده؟ چرا شما با کاری آنها دخالت میکنید؟ من تشلاکی نمایشم پدر. من باشم رئیس نمایش. حاضر من به تو رئیسی رو نشان میدم ابله. گرم آدم بازی کن. این دکتر و معلمه به سری من یگان بالا میارند. باید هر دوی آنها را از دیگه نیز کنم. چی را نگاه میکنید؟ رفته چایتان را نوشید. هیچ باوری هم نمیآورد که برفین چنینی بس شده باشد. آنها با هیچ کار کردند که او حتی به مادرش دست برداشته است. تنها شخصی بی‌عقل میتواند به مادرش دست بردارد. آنها با بعضی داروها عقل انسان رو تیره کرده کس رو وحشی و بی‌رحم میسازند دیلو. معلوم است که برفین این کار رو دانسته نکرده است. او حتی مرا نشناخت. نوری چشمانم مرا تیری پرونده نی بلکه احوالی تو کشت. من هیچ کاری نکردم مادر. من به شما هیچ کاری نکردم. عزیز حرام گفتم. نه فرهاد میگویم آخیر من مادرت میشم. حرام سینان پیش از یاد کردنشان باید گریزیم. سینان کدی راست میگوید سینان باید گریزیم. بایلش در قرارگاه میخوریم. رفتیم. مرا محافظت کن. محافظت کنید. یعنی زود باشید. زود باش. وقتی گریختم است.
خوش باشید. خوش آمدید. کلی گذارید. مرحبا کنید. گذارید. مردم خرسک دارید. این کس معلمه دیهمان خانم زینب. این کس دکتر دیهمان آقای خوش اومدید. خیلی خوشحالم. من پدر زینب. خوش باشید. تشکر می‌کنم. مهمان ها را نغمگین نکنید. باید مهمان نوازیمان رو نشانید. مهمان برای ما نوری دیده تاج سرمان است. بله راست میگوید. و دیهمان نور و ضیا آوردید. مرحمت. شما رو به اینجا دعوت نموده زحمت دادیم. اینطور نگویید خانم. بچه ها رو به شهر برآوردن مشکل است. در دیه باشد صحنه نداریم. مکتبمون رو سیلادارون سیزانیدن. مجبور شدیم که نمایشمون رو در همینجا گذاریم. با وجود این همه مشکلات در آزمون اشتراک کردنتان خیلی مهم است. وحدت ملی نام گرفته نمایشتان خیلی پسندم آمد. مرحمت تماشا کنید. و مهمان ها را دید. راست میگه. مرحبا. مرحمت خوش آمدید. بعد از نمایش دستگاه برق دهنده رو یک میدیدید. خوب شد از آقای دکتر. ما باید اون رو حتما به کار درآوریم. بعدی رفتن سربازان تو اون رو به کار ندارآوردن. یک میدیدید. مرحمت گذارید. مرحمت دروید. امک جان شما نمی دروید. بیایید نمایش رو تماشا میکنیم. دروید. کجا؟ خوب هستی؟ خوبم. کمی زود باشید. کسی نماند همه بغار درآید. زودتر. و من گوش کن بیدی حتی یک گیزی خورده هم نماند. تو مرا فهمیدی؟ فهمو سینون زودتر. چند کس را از دست دادیم بدی؟ مژده و باز 4 نفر دیگر نیست سینون. مژده گفتی؟ بله. یگان کس مژده را ندیده است. پرسیدم کسی ندیده است. شاید پرونده باشند یا اسیر افتاده است. زود فکری بد نکن بدی. دیگر چی فکر کنم؟ دختری نیست اخی. شاید در گنجای پنهان شده ما را انتظار باشد. در کجا بودن این دختر معلوم نیست سینون. تقسیم شده کوبین. راست میگوید میکوبین. مایلش تقسیم میشویم. سربازان را که دیدی به جنگ گریزید. دیدی آدم ها را تقسیم کن. کنی بذارید 2 نفرتان به این طرف، شما به اون طرف، هر جاتون همراهی من بیایید. 2 نفرتان با پای اونده. یعنی زودتر 2 نفرتان با من بیایید. با من بیایید. زود باشید. 2 نفر با پای اونده. زودتر کنی را گردش به این طرف. Eledim önlük ellerim, aynalı beşikte yavrum bebek beledim, büyüttüm besledim, asker eyledim, yetti de gelmedi yavrum, buna ne çare. گریه نکنید مادر جان، گریه نکنید. پسرم، نوری چشمانم عبدالله، دلم به حال این وطن می سوزد. مثل باباهایتان تو هم پسرم، تو هم مثل پدر و باباهایتان بهر حفظ وطن برایید. مادرتون رو به
برادران، مادران، اپا و خواهران، حقتان را حلال دعایتان را کم نکنید. این وطن اول با خداوند، بعدم با ما امانت است. تا آخری خود جنگیده این وطن را از دشمن نجات میدهیم. وحدت او یگانگیمان راهی نجاتمان میشود. بله بعد از زمان عبدالله سربازان را آماده کن. ایتار رفیق سردار کدی ها صف کشید، از کفای من قدم زنید. آفرین بچه ها، وطن با شما ببرد. هم وطن بزنه. گیر یوسف، از هر روز چیز نخورده ای؟ تشکر برادر، من چیزی نمیخورم. در خدمت وطن نه شکمم گرسنه مانده است و نه چشمم خواب دارد. تو این وطن را از دشمن پاک نسازیم من راحت نمیشوم. راست میگه یوسف، لیکن نخورده نمیشود. باید خوریم، با قوت شویم، با آنها جنگیم. امروز یا پگاه میآیند، باید آماده باشیم. از اینجا نباید گذرند. باید کاری کنیم که دشمن از اینجا نگذرد. اگر گذرد، نه عبدالله، این طرف نگوی. دشمن از اینجا نمیگذرد. اگر سببش را پرسی ما ایمان داریم که اون به ایمان ها از اون بخبرند. راست میگویی برادر، با مدد خدا آنها از اینجا نمیگذرند. عبدالله وقت میگذرد. تو در جای من پاسبانی کن، من نمازم رو خونده میآیم. مادر جان این منم، نمورد مادر جان. مکتوب آمد. مراد همینجا. علی، محمد، درسون. عبدالله بخیر است؟ چی شد؟ نه هیچ چیز نه. عبدالله گپ زن آخر چی شد؟ در دست همه مکتوب از مادرانشون، برادرانشون، رفیقانشون. من باشم یک مکتوب هم نگرفتم. مادر بیچاره من مثل من خواندن نوشتن رو نمیداند. عبدالله گوش کن، مادرم برای تو چی نوشتند. با پسرم عبدالله سلامی مرا رسون. مرا چون مادرش دامد همین که جنگ تمام شد و اسمیر به خونه امان بیاید. این جلاب ها را باشد از نام من به او بیده. مادر جان خدا راضی باشد، قربانی مادرت شوم. در مکتوبت نویس از نام من درود و سلام به آخر رسان. گویی که اگر بعد همه مهمان شوند هم مادرم و هم من خیلی شاد می شویم. مالش عبدالله البته می آیند. اول وطن آزاد شود. انشالله برادر، انشالله. شما بیایید، مادرم چیزهایی با مزه میپزم. کلچه، سمبوسه، فطیر. قماندان می آید. صف کشید.
شهر بچه ها، دشمن خط دفاع ما رو گذشته است. از قرارگاهشان نیتی با ما حمله کردن رو دارند. فراموش نکنید که لشکر دشمن نباید از اینجا گذرد. برای همین از دستمون هر چی که آید میکنیم. حاضر از بینتون 2 خواهشمندان رو انتخاب کرده و قرارگاه دشمن میفرستیم. دشمن از جهت سرباز و تجهیزات جنگی از ما دیده با قوت‌تر است. 2 سرباز پنهانی رفته انبار سلاح دشمن رو میترکونند. وظیفه خیلی دشوار است. شاید که شهید شوند. خواهشمند کیست؟ شهر بچه ها، وطن با شما میفخرد. عبدالله، یوسف، این وظیفه بر دوش شماست. اطاعت سردارم. اطاعت سردارم. غذایتان مبارک. اطاعت سردارم. کاش دستان نمیشکستن مادر جان. مرا ببخشید. تو آمدی برفین؟ بله مادر جان، من آمدم. مادر جان. دخترم برفینم، مادرت قربانت شود. دیگر نرو دخترم، به نزد آن خونخوارها نرو برفین. نرو دخترم، نرو. همه جای رو سربازان احاطه کردن. خوب شد که برگشتیم. شاید مژده به دستی آنها افتاده است. این دختر برای تشکیلات ضرور است. باید مرکز را از احوال خبردار کنیم. تلفن را بیارم؟ نه، خودم میگیرم. منم بیدی با بیروت خماندون گپ زدن میخواهم. خیلی مهم است. آقای خماندون، به خدا من گناه ندارم. خلطه برده دست سینون است. ها، به تشکیلات پس گردون. راست میگید بیروت خماندون، خطای من است. و شما بعدا میدهم به جای آن باری نو بیارم. مایل است به من یک امکانات دیگر دهید، من با باری نو خطایم را جبران میکنم. ها بله، جبران میکنم حتما. یعنی باری نو را هم میدزدیدی ها؟ چنانه که با دیگرانش کرده بودی. تو مرا نادرست فهمیدی سینون. خواهینی هم فاش میشود گفته فرهاد را کشت همینطور نه. نادرست فهمیدی، نادرست. من درست فهمیدم بیدی، خیلی درست فهمیدم. مامان همدی اردوخیر جنگ نکن پیپادم، با مادرت همدی. اگر بمیرم این مکتوب رو با مادرم فریست. از من آخرین خاطره است. هیچ نباشد همین به دستشون رسد. گیر، این مکتوبی من به مادرم است. اگر سلامت برنگردم به تو هم به مادرم رسون.
حقت رو حلال کن عبدالله. حلال شود. تو هم حقت رو حلال کن. رفتیم برادر. با پیش. رفتیم عبدالله رفتیم. چرا این خیر کرد؟ مرا ببخش برادر. یک نفرمون میرد. بهتر است. ایستو نجومت. ایستو بیناموس سلاحت رو پرتو رزیل. اصلا بیناموس شماید. از خاکمون برایید. این خاک اکنون از آنی ماست. شما را تنها از این خاک نه از روی زمین نصف بکنه. اگر خدا نخواهد نه اینکه ما حتی یک مرچه را نصف کردن نمیتوانید. تسلیم شود ظالم ها برادرم را راحت بگذارید. ظالم ها عبدالله، یوسف، برادران، امانی بیچاره امانتتون امانتی من است. وطن آزاد باشد. آفرین بچه ها، آفرین. وطن آزاد باشد. آفرین. آفرین آفرین. آفرین دخترم. تبریک معلم است. با شما مقبول شد. تشکر. آفرین. آفرین دکتر. آفرین به شما. حلالتان باد. خیلی نمایشی عالی بود و وقتی خانواده شد. یک طرف ابو بچه یک طرف بود بعد آفرین در این شرایط خیلی زحمت کشیدید و شما پیشنهاد آمد نمایشی خیلی خوب بود. همینطوری نتیجه آزمون رو به شما طریق مکتوب میفرستیم. نمایشتون خیلی خوب، شما رو تبریک میکنم. تشکر زیاد. نمایشتون خیلی نمایش خوب شده است. تبریک میکنم. تشکر زیاد. اصلا آن را آقای طاهر نوشتن. صحنه چرا آن کس نوشتن؟ صحنه چرا باشد دخترم تیار کرد. رئیس دهه برای تعمیر دستگاه برق دهنده به دهه استو فرستادن. رئیس آها کاری خیلی خوب کرده است. استو رو به نزد دستگاه بردن. البته تو استو رو به نزد دستگاه برال دار. البته زودتر در نهایتان را استفاده کردن میتوانیم، چون که شنیدم بعدی رفتن سربازان تو حال به کار نظر آمده است. آها صد شکر که دهه براشنایی مشرف میگردد. راست میگویی. خیلی خرسند شدم. به نزدیک کمک دولت هم میرسد. دهه آباد میشود، وسیع میشود، ایواز میشود. اقتصادیات که بهتر شد بایگری هم زیاد میشود. دستی هم گرفته موفق میشویم رئیس. البته در خواب شبت میبینی برای دهه را ایواز کردن به تو اجازت نمیدهم. دانستمان. تبریک میکنم خانم معلم. بچه ها رو خیلی خوب آموزه کرده. البته مرحمت. من به نقطه تبلی میروم آقای طاهر. من هم مهمان ها رو گسل کردم میآیم دیلال. خالای دیلال رو باید ببینم. نیاش. مادر جان من اینجا مونده نمیتوانم. التجا میکنم نرم. من صحت شدم. میخیزم. همراه خانه‌مان میرویم. ایستید مادر شما بخیزید. با شما ممکن نیست. اگر روی من میمیرم برفین. مادر مرا ببخشید. سربازان در همین جایند. مرا دستگیر میکنند. در حبس خانه میپوسم مادر. مرا ببخشید مادر. نرم دخترم.
جونکم برفین 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 از دستی سلاح دورم گریختی برفین. با دیدن مادرم اومدم. نقص کردی برفین. مادرت رو تنها نگذار. بله برفین، همه تو رو پزمان شدیم. هم مادرت و هم ما برگشتنت رو انتظار من بر نمیگردم، با کوه میبرویم. اصلا دیگر با کوه نرو برفین. کوری تو چی؟ از پیشم دور شو. برفین تو چی کار میکنی؟ تو هم یک طرفی. یک طرف گفتم. برفین تو گپ رو نمیفهمی. سربازان اومدن. سربازان؟ بله، آنها به همین طرف می آیند. سلاحت رو ده تسلیم شو برفین. من با قماندان صحبت میکنم. میمیرم و تسلیم نمیشوم. دیلا برفین رو به درون پنهان شود. مالش بیا برفین. با من بازی کردن میخواهید؟ ما دوستانی توی این برفین. کنی سلاحت رو با من ده. بیا با من ده. آفرین دیلا زودتر. به این طرف گذار برفین. آقای دکتر خوش اومدید. خوش باشه. مرحمت. دخترم تو برگشتی. خاموش باشید خالای زلو، در بیرون سربازانند. با وجودی همه کوشش هایمان مادرتان را یافتن نمیتوانیم. از اون که تا یافت نشدن معلوم در میشود حال که صحبت نکنید آقای دکتر. مادامی که نیافتیم معلوم که زنده اند. از بابا ابراهیم چی؟ یکون خبری نیست؟ متاسفانه. رفته بچه ها. شد سربازان رفتند. سلاحم رو دهید من میروم. نرو دخترم. به هیچ کجا رفتن نمیتوانی برفین. سربازان یک مدت در ده میمونند. اکنون من چی کار میکنم؟ به خانه مادرت برمیگردی برفین. تشکر پسرم. برای خانه زیلو و برفین از همه جای بخف خانه اشان است. آنها رو به خانه اشان میبریم دیلو. مالش میبریم آقای طاهر. سربازان در خصوص بابا هم یگان چیز نگفتند. بابا ابراهیم از اون ده بر آمده است. سربازان البته او رو پیدا میکنند. بابا ابراهیم گم شدند. چند روز است که از بابا هم خبری نیست خالای زیاد. زیخ نشد دیلو. گفتم که سربازان او رو میآورند. میترسم که به بابا هم یگان واقع نشده باشد. از بابا ابراهیم هم خلاص شدیم. برای تو یک سپارش دیگر سبا. سرداران قبیله ها بابا را احترام میکردند. برای ما مانیه بزرگی بود. از بین بردنش خوب شد. سردارانمون از ما عمل میخواهند سینون. باید کاری کنیم که مردم به تهلکه افتند. فهمیدی سینون؟ به تهلکه. من باید چیکار کنم؟ جشن مولود می آید. در این شبها جمع می شوند. قرآن تلاوت می کنند. نماز می خوانند. این هر سال می شود. اما این سال نمی شود. شبشون را به سرشان چپه می کنیم. سراسیما نشده چی کار کردنمون را باید فکر کنیم. باید یک کاری کنیم که روزشون به شب سیاه تبدیل یابد. چی گفتی سینون؟ من هم به شما گفتنی دارم. کنی گپ زن. چی بوده است سینون؟ بیبی خواهیم برآمد جناب سبا. هیچ جای تعجب نیست سینون. درون تشکیلات پر از جاسوس است. نفران زیاده باز نامعلومند. خوبیش در آن است که در بالا آدم داریم.
باید این افلاسی را از ریشش نیز کنیم. برانده نیستش میکردم اما خودم را بزار داشتم. ناز کردی سینان. خوب کردی که نپراندی. اول به گپ درار. بعدن نیز کن. خیر تو بازدید. روی سفید. برفین با کجا می روی؟ من با قرارگاه همون برمیگردم. با تو گفت دورم. با من بیو. گذر برفین. گذر. در اینجا شین. مادرت رو در این احوال پرتوفته به هیچ کجا نمی روی برفین. گوش کن. امروز و فردا یلماز برمیگردد. به خاطر تو می آید. چون که او تو را دوست می دارد. یلماز؟ یلماز کیست؟ او رو فراموش کردی برفین. او دوست داشته ای توست. خدایا برفین، آنها با تو چی کار کردند؟ به نزدیکی صحت شده با پو میخیزد خلای زلال. دست درد را نبیند. این وظیفه من است. برای برفینم را برگردانیدن تشکر. من هر کاری کردم او را برگردانیدن نتوانستم. قریب بود میمردم لیکن برنگشت. اما تو دخترم را نجات دادی. به من بازگرداندی. آه پسرم، اگر میدانستی که چقدر تو را دوست میدارم. مادر پسرش را همین قدر دوست میدارد. خلای زلال خودتون رو از اون ندید. قربانت شوم پسرم. خلای زلال همش خوب میشود. صد شکر برفین هم همینجاست. التماس دیگر زیخ نشوید. از برای من زیخ نشوید. التماس. من به نقطه طبی رفته داروها رو بیارم. ایستا همراه میرویم. تو همونجا میمونی من برمیگردم. آلدو همینجا میمونی. از برفین چشم نکن. فهمیدش آقای دکتر. خیر. برفین دخترم به نزدم بیا دخترم شین. دخترم به خانه برگشت. البته با برادم هم یک جا می شویم. خدیجه را هم از دستی آن احمق خلاص می کنم. انشاءالله از اینجا می رویم. اگر گریخته به نزدی مادرت روی به خدا تو را پرانده گرد می کنم دانسته باش. نه عزیز، به خدا به هیچ کجا نمیرم. کنی که از پس کارت شم. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. کنی که خوش باشه. مرحمت جناب. خیز مده های آبی کلان روز رفتن جناب با آقای رفیق. خاموش کفم را نبرد. ببخشید جناب. آنجا پر از مخبر بوده است. رفته با رئیس گپ زن. در دهت چی واقعه بودنش را فهمیده بیا. کنی زودتر. من رفته باید دستگاه برقی را خبر گیرم. بعد باز بیایم. مایلش آلدو تو از خانه نبرا برفی. مایلش
مادر جون با شما چی شد؟ با تو چی شد؟ هیچ چیز نیست مادر جون، حالم بد می شود. با تو چی شده است دخترم؟ برای چی این خیل میکنی؟ از تاثیر دارو باید دارو استعمال کنم. خدای آن داروها از آنها چی طور خلاصی میابی؟ مادر جون با شما چی شد مادر جون؟ این چه خیل درد، این چه خیل اصابه. عبدو کمک کنه. مادر جون مادر جون دقت کنید، وزی رفته دکتر رو جون میزنن. برفین نرم تو رو میشینوزن. برفین این برفین است؟ در اینجا چی میکنن؟ با فکرم تنهاست، کسی نیست. دختر خائن است، دختر ظالم است. ظالم انا با دستم افتادی. ایستا نجم گفتم این دفعه تو را کسی از دستم رها نمی کند. کنی راهگرد کنی راهگرد نباشد میکشم. زود راهگرد. خدای زلال ممکن نیست. آهسته خدای زلال شما نباید از جایتون خیزید. برفین در کجاست نامد؟ مگر برفین در خانه نیست؟ برای تو رفته بود پسرم. من رو ندیدم. تو رو میشینوزن، دستگیر میکنم، گفتم گوش نکن. ایستید خدای زلال، ایستید. احتیاط کنید، زود فکری بد نکنید. شاید برای دیگر رفته باشد، شاید در نقطه بیمار رو انتظار باشد. من زخمتون رو بینم زود میروم. ایلش قبضان ابله، قبضان. معلوم که گب نمیزنی. گچا پایو را بند تا نگوید نمیمیرد. با تو به ناموز تشکیلات پسی هم ضربه قبول میکنند. تو باشی برای منفیت خود تشکیلات را فروختی ابله. من برای خودم ندوزیدم. فرمانی بیروز قماندان را به جا آوردم. آدمی دویم است نداری. آدمی دویم دم مبروکی ابله. خاموش. سگ بچه به ناموس برای کدام دولت کار میکنی؟ سگ بچه کدام دولتی؟ تو خودت سگ بچه کدام دولتی ها؟ لغت گیر. تو برای کدام دولت کار میکنی میدانی؟ صاحبی تو خودش به ناموس است. شما خواهید هستی. خواهید شنیدی آخر برای تشکیلات کار میکردن. تو چه میگوی که چه؟ اینا خواهینم تشکیلات را خودم نیست میکنم تا همش را یک به یک نگوید این ابله نمیمیرم. زودتر که چه؟ زودتر. آب اگم نداروید نمیمیرد. زودتر. فکر کردید که لقمه کلام را خودتون تنها میخورید ابلهان. به ناموسان. به ناموسان.
برفی ناومده است دیلو؟ نه ناومده است. باید به اینجا می اومد. بله زخم خانه ایزرول به در اومده است. برفی برای خبر کردنمون بر اومده است. باید تو این وقت می رسید. با کجا رفته باشد؟ سر نمیدیم. را گرد میگویم. کنیفه در اون درا. از من چی میخواهی سرده مرا؟ حالت را بین شرمنده شده ای. اگر زنی من میشدی به این حال گرفتار نمیشدی. برای چی به کو گرفتی؟ برای چی به تشکیلات همراه شدی؟ مرا تو به این حال گرفتار کردی. من از تو گریختم. تو مرا سوزاندی. مرا از خونم در محروم کردی. سربازان میدی ها؟ نفت میبینی سربازان؟ ها مرا با اونها نسپارید. با سربازان نسپارید. قربانتان شوم. مرا به سربازان نسپارید. همسرم خواهر رمزان این بچه با من نگاه کنید خانم یک تبسم با اینا نگاه یک آمدن چسبیده موندن هیچ نکی روان لعنتی ها همه جا را به نوار میگیرم. رئیسی ناحیه فرمان داده است. دولت لایحه‌ای نوی برای تغییر و پیشبری دهه برآورده است. احمق ما مردم رو بیدار میکنند و خلاص. در ولایت نه آبروی جنابت میماند و نه رئیس. احوال هیچ خوب نیست کو. انا همین رو با جناب سبا فهمان. آقای رئیس کارها چطور؟ سلام علیکم. همه رو با نوار گرفته؟ خوب ما بسیار میخواستیم که نمایش رو با نوار بگیرید. مرا ببخشید دیر موندم. آقای رئیس سیلاداران به ده هجوم کرده بودن. نمیدونم باز کی هجوم کرده باشن. این چه سوال است؟ من از کجا دونم؟ اما زود بعد همان برای احوالپرسی میآید. یا الله یا الله. کاش باز هجوم کنند و یگان چیز به نوار گیریم. وای یعنی انشالله نمی آیند اما اگر آیند یگان چیز به نوار گیرم گفتم. رئیس یگان راهی با آنها صحبت کردن نیست؟ این آدم چی میگوید؟ به دهه ورگنیز رفت. در آنجا جنابی سبا هست. اون کس رو کمک میکنن. جنابی سبا خیلی آدمی خوبند. کمک میکنه. به نوار بگیرید. تشکر خیر آقای سفید. تشکر کار خوش آمدی. سلامت باشید. خودش نمیفهمد که چی میخورد. رئیس سربازان در کجایند؟ در کو کمین گرفتند. بخیر است؟ به سربازان چیکار داشتید آقای رفیق؟ هیچ. همین خیلی پرسیدم. با من بازی نکنید. ده این هم طبعا خیره. حال را بینید. با جناب سبا خبری مهمی دارم از این. بخیر است آقای رفیق. سلاحداری را داشتم که از تشکیلات گریخته است. او در دستم. این خائن کی بوده است؟ مرحمت شد بیا برو بردار بیا گفتم خیزابلا زودتر بس گفتم سینون نخو سینون کنی گفت زن باز که ها بودم سینون خواهش میکنم التجا میکنم سینون گفت تشکیلات بهروز کماندو رو برای جمهوری انداز وظیفه دار کردند. بهروز گفت که برای تشکیلات کار میکنند. من نگاه کاری خطا نکردم سینون. کمتر سر بچه چی با تو حلام کرد که بهروز کماندون با تو نهی با من باور کرد.
دبلا رفگار همتون خواهینید همتون دستانی یک دولت هستید وای به شما برای آدمانی پس آبروی تشکیلات پس می شود به ناموس خواهید اصلا وای به شما آبروی تشکیلات پس می شود وای به شما همین که بیروز قماندان سردار شود اون وقت ببینه تشکیلات چگونه می شود یعنی بیروز میخواد سردار شود برای آزادی نه و برای اقتدار خودش می جنگیده است مواد مخدر را دزدیدن تا برای همین بوده است گبزن باسکی ها هستن گبزن ابلا گبزن گوش میکنم جنابی صبا در تشکیلات برفین گفتنی دختر است همین طور نسیمان؟ بله هست نامی رمزیش مجده این دختر حالا در کجاست؟ از شب باز نیست شاید در دست سربازان باشد نه سینان این طور نیست برفین از تشکیلات گریخته است حالا در دهه آبی کلان در دست رافع بوده است او را در جای محکم کرده تو را انتظار است یگان کس را فرستانیده دختر را گیر مسئله بیدی چی شد سینان او رحم نکن آن خواهیم باید به گپ درآید پروا نکنید جناب به گپ می درآید خواطر نشوید علاج ندارد کمک کنید جنابی صبا من رو خلاص کنید من گناه ندارم دوام ده سینان روی خطی همشون رو گیر دیگر کسی رو نمیدونم جناب کمک کنید من رو خلاص کنید جناب کچا همه رو اینجا جمع کن من هیچ چیز رو نمیدونم زودتر کچا کمک کن من رو کمک کن کچا باید به کجا میروی؟ برای آبی تازه میروم مایلش زود گشته بیا نکن سینون مرو سرده با بهروز قماندو گپ بزنم تو رو میبخشد او سردار شود تو هم سرداری جنگاوران میشوی سینون بهروز هیچگاه قماندان نمیشود با بهروز قماندان چیزی نمیشود او هر کاری کند با او چیزی نمیشود همه کار با شرابری نبله ها میشود اکنون گپ زن اگر نمیمیری اگر گپ زنی همش مثل پیشتر میشود گپ زن گفتم بردارید سردید مرو سردید سیلون نکنید سردید مرو رها کنید مرو نکشید رها کنید سیلون استوازم کن اما شما میگویم تمام میگویم بجارش مانید میگویم از آدمی خود تا در بالا بوده رو همه رو یک به یک میگویم نویس همهش رو یک به یک میگویم کی بودن و نبودنشان رو اما یک شب دارم سینون برای رفتن هم اجازت میدی من رو رها میکنی همهش رو میگویم قبول تو را رها میکنم تو فقط نام خواهین ها را گپ زن
و تو وعده دادم آخر قبله فریب نمیکنی سینون. و تو وعده دادم آخر قبله گفتم که سر میدیم زودتر گپ زن و نیز شو. دو آدمی مخصوص است. جمیل دیگرش برگود. جمیل و برگود در قرار قرچای هستند. مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان مادر جان خدیجه دخترم مادر جانم خدیجه مادر جان مرا ببخشید آمدن نتوانستم عزیز برای آمدنم مانع شد مادر شما رو که برات کدام ظالم این کار رو کرد به غضب خدا گرفتار شود الهی این خیلی نگوی خدیجه مرا برفین پراند شما چه میگوید مادر ندانسته پراند دخترم تأثیری همان داره ها خدیجه برفین همین جاست از گریخت مرا میشنوی او رهایف خدیجه به نزد دکتر رفاضر می آید مادر جون من به شما گفتنی دارم اما شما زیق نشوید مایلش چه واقعه شد خدیجه مادر جون برفین به دستی رافع افتاده است چی؟ رافع رو باز به سلاح داران سپاریده تو چی ها میگویی خدیجه؟ خدای زلال برفین رو نیفته همه جا رو دیدیم شاید از دیها بر اومده رفته است دخترم رو رافع دستگیر کرده او را اسیر گرفته است قربانت شوم دخترم رو نجات ده چرا جواب نمیدید آقای رفیع؟ دروغ است من برفین رو تماما ندیدم و جنابی سبو خبر فرستادنتون رو میدونم بهوده این کار نکنید آقای رفیع همه این دروغ است تهمت است برفین رو پینهان کرده است و باز شرم نداشته دروغ میگوید و خدا من از هیچ چیز خبر ندارم دکتر التماس با او صحبت کنید آخر دختر حیف می شود و او فهمونید اما که امید و سربازان تسلیم می شود با قانون عفو بدتر رها می یابد از نو حیاتی تازه را آغاز می کند اما که امید صحبت میکنم آقای دکتر صحبت میکنم چه گپ شد آقای طاهر چه کاری که نکنیم این کار میکند با زینب گپ زنید شاید جای پنهان کرده برفین رو یابیم اکا این گپ راست است برفین در دست شماست رو از نزن حامد با گپ کودکا باور کرده به من داد ندن همش دروغ است اکا از برادرتان هم پنهان بدارید این بس اکنون در دست من است شد دلت آرام گرفت اکا شما برای چی این دختر را به تشکیلات دادن میخواهید؟ چی خیل تشکیلات؟ او را به سربازان میسپارم اکا شما چی کار دارید با برفین و به تشکیلات و به سربازان چی کار دارید؟ بس کنید از برای خدا بس کنید بس کنید تو به این کار دخالت نکن حامد مسئله هایی هست که تو نمیدانی کاردار نشو گپ زنید کدام مسئله ها را من نمیدانم از پی کارت حامد به من کاردار نشو مایل شکر خودتون میدونید و حالتون احمق بی عقل از دنیا خبر ندارد تشکیلات دخترش رو میخواد و او در فکر برفین است شاید دختر زیلال را هم از گرفتن زینب دست کشند هیچ چیز رو نمیداند باز قهر میکند احمق اما کم رو میدونم یک رو هستند به کسی گوش نمیکنند ما کاری کرده باید برفین رو یابیم زینب مدونه که امکم رو راضی کردن غیر امکان است بغیر از برفین رو گریزاندن دیگر چاره نداریم اول او رو یافتن در کار این طور باشد اما که رافی رو تعقیب کنید اندیخ به جای پنهان کرده برفین میروند تو با من کمک میکنی زینب البته رفتیم یزدی با کجا خانم قزبان این کار نباشد به همه چیز بینید رو نخلام توبه
از همه پایان در این کارها فرهاد میستاد. میان روا رو کشته مواد رو میدوزید. باز عزیز هم بود، همونه که خبری فرهاد رو آورده بود. همینقدرش رو میدونم. به اینها کی کمک میکند، کی دستگیری میکند من نمیدونم سینان. اینها رو تنها بیروز قماندان میدونند. همش را گفتم سینان، مرو رها کن، تو وعده دادی سینان. بردارت. نکنید سینان، وعده داده بودی سینان، مرو رها کنید، تو وعده داده بودی سینان. وعده داده بودی که بدیه رو سر میدهی. وعدم رو اجرا کردم، خواهین رو سر دادم. کسی به تشکیلات خیانت کند جزایش مرگ است که چه؟ ای دختر به خود بیا، تقسیم شویم. من به نزد جنابی سبا می روم. تو بعد هر رافع را یافته مژده را گیر، در جای دائمی با می خوریم. فهمیدی که چه؟ زودتر. غلامتان می شوم، مرا به سربازان نسپارید. از فکرم گشتم، تو را به سربازان نیو به تشکیلات می دهم. من راضیم، گویید آمده بران مرا. به تشکیلات برگشتن می خواهی؟ خون تو ویران است، فرزند خائن. استغفر الله. چشمت را نکن. خاطر نشوید آقا، من آدم تشکیلات را انتظار می شوم. خوب شده است آقای رافع. این دختر خیلی مهم است، با دقت باش. مالا شما خاطر نشوید. چی کار میکنیم؟ بیا رفتیم. دیلا؟ او رو یافتید؟ به فکرم او رو در آقی خانه در کهدام پنهان کرده است. به فکرم انیق در آنجا بودنی برفین رو نمیدونید. اما کم در پسی اون در پاسبان مانده. دیلا معلوم می شود که برفین همانجاست. او رو چی در خلاص میکنید؟ زینب پاسبان رو به گپ میگیرد، من برفین رو میگریزانم. اگر امک رافع اوین چی؟ او رو به گپ گرفتن وظیفه تو میشود دیلا. وظیفه من؟ با ما کمک نمیکنی؟ البته میکنم، اما چی در امک رافع رو به گپ میگیرم؟ باید شتاب کنیم دیلا، وگرنه سلاحداران آمده او را میبرند. مهلش بدن رو میداریم. اینها چی نقشه میکشند؟ چرا امک رافع رو میکوبند؟ نفهمم میکفم. خسته نباشید امک رافع، برای تشخیص شما اومدم. چه خیلی تشخیص؟ تشخیص طبی. فشار خونی همه را در دهه سنجیده ایستاده. نه من صحتم لازم نیست. خیلی نمیشود امک رافع، خصوصا آدمان سن و سال شما رو میسنجیم. خدا نگاه دارد مبادا دلتان تشویش ندهد. باید پیشکی آماده باشیم، همین طور نه؟ رو از پس کارت دیلا. تو در اینجا بوده ای و من تو رو گفته گشتم. و خیر از اپی زینب؟ ینگه گلی برای تو خیرک فرستادند. مایلش باید نمی شود، باید حاضر خوری، خلوق نشده. کنی بیا چی من کودکم؟ خدای توها. ینگه گلی گفتند که خلوق نشده خورد. بیچاره با خودش هیچ اهمیت نمیدی هر گفتند.
بله خور خدا را خیلی شکر خوب مزمون است دست ینگه گلی درد رو نبینه بیایید اما که رفیق تنها فشارتان رو میکشم تمام خدایا توبه نمیخوام گفتم که نمیخوام اما که رفیق باید فکر سلامتیتان رو کنید اینقدر گرم نکن خاموش 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 باش آقای رفیق همین جایم رو از اینجا رو زودتر رو آقای رفیق همین جایم آمدم گفتم که آقای رفیق آمدم مجده همینجاست بله دختر در دستم است بیا گذار ای وای به دست میافتند بیا رفتیم این صدای چی میشد؟ شاید شغل باشد در اینجا بازم میگردد بیا رفتیم زودتر دختر کجاست؟ در همینجا بود آقا یعنی در همینجا بود؟ چی شما ما را مسخره نکنید کشه با من گوش کن برفی جانکم بیا دخترم بیا برفین در نزد مادرت شین دخترم خوب شد که اونها رو به خونه شما آوردیم اونها رو در اینجا نمیابند به این هم تنهایند به اینجا آمدنشان برای من هم خوب شد اگر خواهی من هم با تو میمونم دیلو عمر باشد با علی در خونه ما می ایستد مایلش زینب دخترم سرده منو سرده با من نمسد آروم شو برفین برفین آروم شو برفین سلام دارم با وجود تو رو میدودم نرسه میشم بازن از عقل بیگونه میشم برفین آروم شو برفین بیو با تو یک چیز نشون میدیم بیو رفتیم درست گفتم بله خونه زیلال با او موادی مخدر دادند اکنون برای اون رو پیدا کردن به کوه رفتن میخواهد دلم به حال برفین میسوزد خالای زیلال برای این کارت مناسبتی تو و امکت ویرون میشود بگذار مهمش برفین نجات یابد این مکتوب رو یلماز برای تو فرستاده بود یلماز کیست؟ برفین این چه حال است او رو چطور فراموش میکنی میدونستی که او رو چقدر دوست میداشتی یلماز رو چطور فراموش کردی یلماز برادری من و دوست داشته توست
جون من. روی خطی خائنانی که در داخل تشکیلات کار میکنند آن همین است. در تگ بینی سردارمان خائنها میگشتند، اما کسی خبر نداشته است. نصرت روبا گویا آدمی خاصی تشکیلات بوده است. من به شما خیانت. این روی خط هم مرا به حیرت می آورد. کار بزرگی را انجام دادی سینان. با شرافت تو ریشه همه این خائنها نیست می شود. همه‌شان. ببینیم. درباره مولود پیغمبر با تو گفته بودم سینان؟ در یاد دارم. مولود از گفته مردم دهه آبی کلان در مسجد جمع می شوند. همین طور نیست سینان؟ همین طور است جناب صبا. بگوی سینان، اگر مسجد ترکیده به هوا پرد چی می شود؟ آدمان زیادی می میرند، همه جا پر از خون می شود. می میرند، البته می میرند. روزنامه‌نگاران هم در دهند. حادثه بزرگی می شود. همه در هراس می افتند. تمام دنیا ما را تماشا می کنند. این بگاه آن مسجد را می ترکانی. فهمیدی؟ فهمیدم. من اینجا از اونیم. من اینجا رو تازه میکنم. اینجا رو تازه کردن روزین؟ اینجا خوش شد. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. مرحمت. سلام علیکم. اینجا هست. مرحمت. سلام. تقسیم کن. شیرینی ها رو تقسیم کن. محمده. اینجا بیا. همه جا را رو بیچاره. در این روزی مبارک همه جا باید روزه باشد. البته آقای رئیس، تازگی از ایمان است. چنان تازه میکنم که آینه برای یلقات میکنم. همه گذاره. رحمت کنید. داره. خیرات مسجد را تازه کردیم. باز افلاس کنید. اینها را قربانی کردن میخواهند. پیش از سر شدن نماز کشته با مردم دیگه تقسیم میکنند. فهمیدم. مالی خودت چیکاری خواهی کردن گیر. آلدو آنها را بگذار. همه جا را خون رو بشین کنه. زودتر. همه جا را رو بشین کن. تازه کن. همه جا را. مادر گفتن یه دورم. کم نده سرم گرنگم. خیلی مهم است. چی میخوایی؟ دکتر زینب دیلا از وکیل روپه برفین را دزدیدند. چی؟ برفین در کو؟ چرا شما از هیچ خبر نداری پدر؟ برفین به نزد مادرش و دیگه برگشته. چه؟ هم مادرش رو میپراند هم به عیادتش میآید؟ خدای توبه. روپه با برفین چی علاقه دارد؟ من این طرفش رو نمیدونم. رفت از همه که روپه پرسید. کنی یک رفت فهمم؟ همین دارو است مگر. بله دیلا تشکر. آب میدی؟ یک دیلا من میدیم. این رو خوب شاید آرام شدی. این خیلی گرفتن عاقبت ندارد خالای زیلال. برفی رو باید به سربازان سپاریم. او رو چند سال حبس میکنن. اگر در عملیات اشتراک نمیکرد حبس نمیشد. لیکن شما رو برنده است. اگر با دور دادن تشکیلات رو فهمند شاید از عقل بیرون از گفته جزا ندهند. شاید ما نیز کوشش میکنیم. شاید برفین حبس نشده نجات یابد. من به سربازان تسلیم نمیشوم. هر دویمون تسلیم میشویم دخترم. آخر من هم به کور بر اومده به دست سلاح گرفتم، لیکن دولت از گناهمون میگذرد دخترم. رهایم کنه.
باسی آروم شو با دست گیر باسی آروم شو من با کمر اومدن نخواهم رهایم کنه سرگیر تو آروم شدنش رو در یک کجا محکم میکنی دیلو باجی آروم میبرید رفتیم آروم شو برفین میبریم رفتیم سرگیر بگویم سرگیر برو یعنی بازی چی دست دکتر و جانم شدم ها؟ همشیره هم با آنهاست. آنها یک گروه شدند. در کجایند آنها؟ آنها در اما کیوگه آنها به خونه بابا ابراهیم حاضر من به آنها نشان صبر کنید میدهم. آقای رافع. این طرفش رو با من سپارید. در دیه سیلهدار باشد من چاوگرم و سربازان خبر دادم آمده برفین رو هم میبرند. نخس مرا شهباز میگویند. آروم شو تیرزه ها پنجره دارند اینجا برای برفین بی خطر است فهمو برفین همینجا کمی تنهامون آروم بشوی اگر یکون چیز لازم شد من همینجایم استراحت کن من در اینجا ایستادن نمیتوانم من باید به کوه برگردم این چی بلا بود به سرم آمد من چی طور به این دختر زایبی میکنم زیخ نشوید خدای زلال او به دارو عادت کرده است از این روی به نزد آنها برگشتن میخواهد میدونید آن ظالمان حیاتی چند نفر را سوزانیدند دختر در کجاست که چه؟ دست خالی برگشتیم مژده گریخته است سینا مژده برای تشکیلات خیلی ضرور است که چه نتیجه تاثیر دارو را فهمیدن میخواستیم پروا مکن دارو به او تاثیر کرده است از ما جدا شده نمیتواند باز به غارمان برمیگردد بیایید ما هم به غار رویم سینا نمیرویم همینجا ایستاده شب هجوم میکنیم به دیه هجوم میکنیم بله مسجد را میترکانیم وقتی مسجد ترکد آدمانی زیاده میمیرند بله البته میمیرند کنیم به بالا شب درست کنیم به بالا کلید بچه کنی آمین الحمد لله رب العالمین الفاتحه الله تشکری آقای حامید لابا یاشا گبزن راست است که این بگاه حاج سید می آمدند بله یاشا بیچاره بابا ابراهیم نیستن گفته به دهه خودمون بیاید خدا از او راضی باشه حتما مرحمت کنید مرحمت بارک الله من الجنوب من با برفین چراغ میبرم وقتی استعمالی دروغایتون رسید خاله زلال حاضر آب میدیم مرحمت خدای زلال خدا از تو راضی باشد زینب برای ما خودت را در عذاب مرا ببخش که تو را خفه کردم این طور نگویید خدای زلال چی باید شما رو در چنین حالت پرتافته میرفتم با اجازت بخیر است پسرم به کجا می روی؟ به نقطه طبی می روید؟ نه با مسجد می روم خاله زلال این بگاه مولود است تشکر دیلا کی باشد؟ یا این که بابایم اومدند؟ ایستو من می بینم
السلام علیکم. و علیکم السلام. ما از دهه گذشته آمده ایم. خانه بابا ابراهیم همینجاست. بله، من نبیرشم. از بابایم یکون خبری آوردید. بابا ابراهیم با دهه نآمدند. نه، حالا هم نآمدند. نبیرم را همراه بابا فرستاده بودم. تا حال بر نگشته است. خواطر شده. من هم برای بابایم خواطر شدم. اگر یکون چیز فهمیدید و ما نیز خبر میدادیم. البته خبر میدهیم. خیر بناه روی سفید. دیلو خوبی؟ من خوبم. شما روید. چی شد دیلو؟ از دهه گذشته اومدند. ما شنیدیم دیلو. انیق بابا بایم یکون واقعی رخ داده است. دیلو دخترم خبری بد زود پهن می شود. اگر بابا ابراهیم یکان واقعه می شد بر وقت خبرش می رسید. پس آن کس در کجاید؟ چرا تا حال بر نگشتند؟ کچا بیا کچا بیا. کچا وظیفه تو بمب را گذاشته آمدن است. این کار خطا سینان. آنها هم دهقانی خودمان هستند. برای دعوایمان ضرور است کچا. بله سینان. کنی کچا زودتر کار حل کن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما هم با مسجد روی می شود. نمی توانیم. جزایمان را ندیده به هیچ کجا رفتن نمی توانیم. مایلش مادر جون. تا گاه رفته تسلیم می شوم. آفرین دختری با عقل.
برفین چه حال خالای زیرا؟ هیچ گپ نیست دخترم. آهسته آهسته بهتر می شود. ایواز می شود. آن داروها او را دیوانه کردند. خواطر نشوید. طاهر او را تبابت می کند. زینب، تو خوبی. سلامتیت چه خیل است؟ چه خیل می شد خالای زیرا؟ دیگر من امید ندارم. آه دخترکم، از خدا امیدت را نکن. صحت می شوی. طاهر در این مسئله چی می گوید؟ چی می گفت؟ او هم می داند که دیگر امید نیست. زیق نشو دخترم. تقدیرت را بغیر از خدا دیگر کسی نمی داند. تو صحت می شوی. خدا به تو شفا می دهد. اگر اجازه دهید من هم با مسجد رفتن میخوام خالای زلال. البته دخترم. تو نمی روی زینب؟ آخر شما رو چقدر تنها مونده روم؟ روید. برفین خوب است. تا آمدنتان من او را نگاه و بین میکنم. روید. تشکر خالای زلال. دخترک بیچاره. نمیدونم با تو چی کمک کنم. ای خدا جون، به او شفا ده. من این کارو کردن نمیتوانم. این چه گپاست؟ به خود بیا که چه برای دعوایمون میکنی. رو برامون کمی زود باش، وگرنه خودت میمیری. زودتر بیرو. رو که چه
چه کارایی را کردی؟ کارو حال کردی که چه؟ از تو میپرسم که چه؟ حال کردم. خوب آفرین. بیا دخترم بیا. مادر جون من میروم. نرو دخترم نرو. حیف میشوی دخترم. مرا زیق نکن. من بدورو بودن نمیتوانم. مرا ببخشید. برفی نمیروی برفی. اجازه مادر جون سر دهید مرا. خانه گفته رئیس همین است سردارم. با دقت باشید بچه ها. مادر جون سر دهید مرا. مادر جون سر دهید. مادر جون خیزید. در رو کشه. سربازان اومدن مادر جون. پیراهای تقدیر. فیلم سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.